به نام خدا. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به اکلف. بعد از گذشت 100 سال از انحلال سلسله قاجار 31 حلقه فیلم در کاخ گلستان پیدا شده مربوط به سلسله قاجار. همکاران محترم ما حین انجام دادن عملیات حفاظت پیشگیرانه در خصوص اشیاء آلبوم خانه متوجه تعدادی اثر نفیس میشن. خب متوجه شدیم که 31 حلقه از این فیلم ها تصویر برداری شده است که 28 حلقه‌اش فیلم های 35 میلیمتری است و 3 حلقه‌اش فیلم های 16 میلیمتری. من خواهش میکنم همه اون فیلم ها رو منهدم کنین، چون حتما یه چیزی توش بوده که نمیخواستن شما ببینین دیگه. الان 100 سال گشتین تا تونستین اون فیلم ها رو پیدا کنین. اون بدبختا یه جا گذاشته بودن دستی کسی بهش نرسه. حتما اینا قابلیت اکران نداشته، به خصوص اگه مرتبط میشده به دوره ناصرالدین شاه قطعا قابلیت اکران نداشته، چون اون یه سوژه بیشتر نداشته برای فیلماش. من خواهش میکنم اگه یه حلقه فیلم رو باز کردین دیدین با تصویر بسته از سرسره داره شروع میشه، سریع اون حلقه فیلم رو آتیش بزنین. به حال یه مدت زمام امور دست ناصرالدین شاه بوده، هر کاری دلش خواسته کرده دیگه. تام کروز و آنا د آرماس از هم جدا شدن. شما گذشته تام کروز رو ببینی از این کفرانا زیاد داشته دیگه. بعد دلیل جداییشون هم گفتن شعله عشقمون خاموش شده. خب طبیعیه دیگه، آدم تو سن 67 سالگی شعله‌ای نمیمونه براش دیگه. نهایت یه فندک عشق. آدم تو اون سن عشق براش مهم نیست اصلا. حالا شما هیزم بریز، فوتش کن، ور برو باش، بنزین بریز روش، روشن نمیشی شعله عشق. بعد مرد حسابی تو 63 سالته، پدر من تو 63 سالگی وصیت‌نامه می‌نوشت. به هر حال رعایت کنید دیگه، سنتون رفته بالا، خجالت بکشید. ما جوونا هم آدمیم به هر حال. شلخته درو کنید خوشه چین‌ها هم بتونن استفاده کنن. راه حل اکران فیلم سینمایی قاتل و وحشی پیدا شد. دوستان اومدن گفتن با توجه به مشکلی که فیلم داره، فیلم قاتل و وحشی رو فقط برای خانم‌ها اکران کنید. کار خطرناکیه به نظرم، چون اون وقت ممکنه یه سری فیلم هم بسازن که فقط برای آقایون بخواد اکرام بشه. بعد اگه سینما بره به این سمت یه آثاری تولید کنه که فقط آقایون بخوان ببینن، خیلی ترسناک میشه. به نظرم این بدعت رو نذارید تو سینما. سینما وارد مسیر بدی میشه، این کارو نکنید. پخش تیزر فیلم سینمایی کچمیله در فضای مجازی داستان شد. یه سری دوستان اومدن اعتراض کردن که اینا چیه تو این فیلم؟ چه وضعشه اینا؟ که بعد تهیه کننده اومده توضیح داده نه بابا اینا تو تیزر بوده، تو فیلم اصلی که اینا نیست. آرام باشید. که من نمیدونم این چه کاریه؟ یعنی چه چیزایی که تو تیزر هست تو فیلم نیست؟ من رفتم بلیت کچمیله رو گرفتم رفتم سینما که اونایی که تو تیزر بود روی پرده ببینم. مگه ما مسخره شماییم؟ من میدونستم اینا تو فیلم نیست 100 سال نمیرفتم 2700 پیاده شم برای فیلم کچمیله. حالا ممکنه بگید بلیت سینما 100 تومنه، تو چرا 2700 پیاده شدی؟ 2 تا لاشخورم با هم بودن، نفری 100 بلیت سینماشون شد، نفری 1 و 200 پول شامشون. من فکر میکردم قراره یه شب رویایی رو سپری کنم، نه یه شب کابوس بار رو، وگرنه از این پولا خرج نمیکردم. کاش با مخاطب صادق باشید. مسعود فراستی منتقد منصف کشورمون که تا چند وقت پیش میشه جلوی آقای افخمی دل میداد و قلبه میگرفت، الان که تو هفت نیست به آقای افخمی حمله کرده و گفته کار کوچک جنگلی مرحوم تقوایی رو آقای افخمی دزدیده. کوچک جنگلی رو تقوایی شروع میکنه 3 سال آموزگار میکنه. بله. بعد یه کسی که بعداً فیلمساز شد اون رو در واقع باید شرم‌آوره، واقعا این کار شرم‌آوره، اونم با تقوایی. من اینجا مجبورم دفاع بکنم از آقا بهروز دیگه این موضوع شوخی بردار نیست. آقای فراستی دزدیده که دزدیده، به خودش مربوطه. مگه مال شما رو دزدیده؟ زینف بودی شما؟ نه دزدیده، اصلا ندزدیده. نه آقا این چه حرفی بوده زدی شما؟ فوقش پیچونده کار آقای تقوایی دیگه. بعدم مرحوم تقوایی خودش اعتراضی نداشت، هیچ وقت نیومد بگه کار من رو بوده. خدا بیامرز به خیلی چیزها اعتراض کرد که حق هم داشت، ولی ما این یه مورد رو ندیدیم چیزی بگیم. شما کاسه داغ‌تر از آشی.
شما برو اتهاماتی که پشت سرت هست راجع به نقد فیلم ها رو جواب بدید. نمیخواد به کسی عین بزنید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.